روز 13 فوریه یک سازمان ناظری حقوق بشر در سوریه خبر داد که در ولایت ایدلیب این کشور کمش 400 سلاح به دست گروه دهشت افکن دولت اسلامی خود را به مخالفین حکومت بشار الاسد تسلیم نمودند. این سازمان علاوه کرده است که منطقه الخوین واقع در شرق ولایت ایدلیب شاهد برخوردهای جدی میان گروه تندگرای دولت اسلامی و سلاح به دستان سازمان جهادی تحریر شام شده است. مؤلفان در شبکه‌های اجتماعی نواری را جای دادند که در آن خلع سلاح و کافت و کاب سلاح به دستان گروه دهشت افکن دولت اسلامی یا خود داعش نمایش داده می شود. ناظران حقوق بشر می گویند چند پیش نیروهای دولت سوریه به سلاح به دستان گروه دهشت افکن امکان داده بودند که منطقه های محاصره شده ولایت های حلب، ایدلیب و حما را ترک کنند. ولایت جنوبی ایدلیب زیر نظارت نیروهای مخالف رژیم پرزیدنت سوریه بشار الاسد قرار دارد. بر پایه آمار دولتی تاجیکستان بیش از 1000 جوان تاجیک در جنگ‌های سوریه و عراق اشتراک کردند. ده ها نفر آنها کشته و سرنوشت دیگران روشن نیست. ريف حماه. الاسم؟ اسمي سطوف شو؟ سطوف محمد. من وين من ريف حماه؟ من ريف حماه الشرقي. الاسم؟ شيل اللسان. ابو مريم. نزع اللسان نزع. من وين؟ باكستان. الاسم؟ علاء سطوف. من وين؟ ريف حماه الشرقي. صور الباب. تنظيم داعش والحصار في بلدة الخوين خلال النهارين الماضيين ومما أدى لتسليم أنفسهم وسلاحهم إلى غرفة عمليات دحر الغزاة. من وين؟ أنت من وين؟ يحيى. من وين؟ وأنت؟ محمد خالد. وأنت من وين؟ أنت وينك؟ من وين؟ عمان مديني؟ خطاب. أنت من وين؟ نعم؟ فلسطيني أنا اسمي أبو هريرة. اسمك الصريح؟ صالح الحسن. أنت من وين؟ ريف حلب الشرقي. اسمك؟ عبد الرحمن عبد اللطيف حجي. من أي قاطع أنت؟ أي قاطع مع داعش؟ بيت حماه. ولاية حماه؟ أنت وينك؟ اسمك ومن وين؟ بس على التصوير. محمد قاسم. محمد قاسم. اسمك؟ اسمك؟ كريم. وين؟ حجي. شو اسمه؟ يلا اسرع 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 يلا. يلا اسرع اسرع. هل حدا من هذول الشباب؟ قمنا بالضغط على خليك ورا. ها؟